خب سلام بچه‌ها، چطورین؟ بچه‌ها ببینید همینجا ویدیو بگم که این ویدیو آرشه ولی داخل چنل منه. من فیلم برداریشو کردم، آرش حرفشو زده. چطور بچه‌ها؟ مثلا خیلی خوش اومدید به ویدیو. بچه‌ها امروز اومدیم ولاگ موتور سواری بگیریم. من میدونم آقای فیلمبردار فیلم میگیره، ولی البته آقای فیلمبردار وایساده ولی زیر پاش موتوره، ولی فقط من میخوام ببرم. آماده باشید که این ویدیو رو ببینید تا آخر ویدیو با من همراه باشید. لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره. بریم سراغ ویدیو. Here we go. رفتم پشته چی میگم رفتم پشت رسیدم به دم در آلونه. بابا بریم تا آسان بریم تا آسان خواب پا شدیم. استاد چطور اینجوری میری؟ بچه ها این راحته، من باید هم اینو کنترل کنم هم دوربینو هم گازو. بچه ها ما قطع میکنیم بریم دور بزنیم بیا. بچه ها الان داریم میریم پیش استخر، الان داره بهمون میگه، الان گفتی که بهتون بگم الان داریم میریم پیش استخر. خب این راه که داریم میریم خیلی خطرناکه. خیلی خطرناکه، یعنی احتمال خوردن زمین من زیاده. این منظره رو داشت باشید. بچه البته موتور آقای فیلمبردار عملا بیشتره چون خیلی وقت بیست دارم. من نمیتونم یه موتور خودم خیلی بچه حالا موتور من موتور من بریم وایسا
من باید از اون ترفندی که بهت گفتم از اون بزنم. بچه دوربینم آوردیم اشغال کنیم. بایستا بچه اینجا میذاری رو دنده. آرش تو برو. بچه اوف بچه یه دستی بدون کلاج. خاموش شد. شما برو بالا میام. من یه سر تو برو. آخه بچه من استوب بزنم. بچه اومدیم. ببخشی اگه میلرزه جادهش خرابه. جادهش واقعا خرابه. بریم بالای سقف. وای وایسا. یه دوتا موتور. اوه رفت تو تیغ. اوه چه خیلی بزرگه ها. بالای سقف من بریم ببینیم دیگه. ولاگه دیگه. چه این تیغ واقعا بده. ما بریم بیایم. بچه آقای خانم فیلم بردار البته میخواد دور بزنه. حالا دور زدن من تماشا کنیم. چون میخواد دور بزنه. این موتور قیور جام. من باید فکر کنم 360 درجه بچرخه. یکی باید به ما فیلم بردارات باید به من جام بدن. 360 درجه چرخیدم. چون دارم بدونه گاز میرم. چون اوی ببخشید بچه شما با بدرده. اوی بیشتر از این که ولاگ آرش باشه ولاگ من بود. بدون گس یو آرش بکشیم بر. بچه ما رسیدیم به آنانک. بریم بیایم. آقای آرش جون اومد. بچه من بدون کلاج دارم در قرار. بریم.
بچه ها میخواد از این ماشین بزنید جلو، از آقای جعفری. حواست باشه بچه ها، خاک داره میره تو چشمه. فهمید. بیا فیلم بر. خدای باید به ما فیلم برداره یه جامی چیزی بدن. ما داریم از دل و جون ما بزنه. ما نفهمیم. بنزین ما پره. بچه ها اگر من دنده دور باشم صدا زیاده. زد بنزین بدم به تو. از گورگم بدتر بچه ما اون صحنه رو قطع میکنیم، ما اونجا رو بتونیم رد کنیم. بچه فعلا خدافظ. بچه خدا رو شکر هیچ سگی فعلا خرگوش بسته و ما الان داریم میریم شارژ کنیم چه زیری داره میزنه. چی میگی؟ آره به سلامت رد شده. بچه ویوی هم نداره بهتون بخوایم نشون بدیم. یه هایی دنده کم نکن، صفحه کلاک به فنا میره. بچه‌هامون ننقیم. بچه ها نگاه که اینجا جادهش واقعا خرابه. ما باید دوربین رو وای چه گفتم اول بریم گلخونه رو ببینیم. درش قفله ولی من میدونم کلیدش کجاست. بزنید بریم آقا. دوشام جان عجب موتور بازا تو کامنت. اوه بچه چه قشنگه. خیلی قشنگه. چیه خیاره؟ نه توت برنگی. بچه خیلی قشنگه. اینا جوابه چیزه؟ البته اینا مشمع شدن که مشمع خالی شد. بریم بچه ما چون جادهش واقعا خرابه ما میریم اون یکی سخت‌ترم ببینیم. آره. خب بعد نشون بهتون فیلم میگیرم. نگاه کنید جادهش خیلی خرابه. من بخوام فیلم بگیرم میرم داخل اینا. دور برگشتنی هم داشتیم میرفتیم براتون فیلم میگیریم. فعلا ماچ بهتون آرش جان. خدا نگهدار. فعلا البته. بچه یه ذره بهتون نشون بدم دوباره قطع کنم. بچه ها صدا گلخونه است. چی میگم گلخونه است؟ صدا موتورخونه است. زیاد نمیشه. صدای خودمون زیاد نمیاد. خب حالا بریم بالا. من با کتونی میگه چه حال میده؟ بشینی باید بره باید. چه؟ چی میگی؟ اگه صخرش پر بود میرفتی توش؟ الکی نگو. الکی. بچه ها خیلی لیزه. بچه ها بریم یه واقعا ببینیم برگردیم. بریم. باشم از اینجا میرفتم باید. بچه ها بزنید داریم. داد بکش آزاد داشت.
اینجا نیاز به دور زدن نداره. باش شما داریم آروم میریم در حدی که من خیلی دارم آروم میرم تا فردا صبح میبینیمتون بچه من اعصابم خورد شد دیگه گاز دادم جا میریم پدست برم پیشش بچه اینو میبینی؟ اون یکی هم ببینی بپریم بریم از خونه مادر جینا لباس بریم دیگه بریم نه بریم اول آره سیبا بچینیم بریم از بابات هم اجازه بگیریم بیایم بپریم دیگه گرمم است نظرته؟ نه من کامل میرم تو نه خدای آقا قضیه حسین چیه بچه حسین ما پسرم هم افتاد داخل من نجاتش دادم کی نجاتش داد؟ کی فرشته نجاتش بود؟ من پسرم تو آن چقدر عوض شد آرش اینجا میدید چند وقت من نیومدم آرش میدید من چند وقت اینجا نیومدم 6 هفته نیومدم هوچ بچه خدایی کیفیت دوربین چطوره آرش بخند شما بخوریم بیاین جاتون خالی شرکت اپل از روی من کپی رفته از روی سیب من کپی رفته آره بچه ما یه سوری هم بکنم خیلی خوشمزه بود نامردانه خوشمزه ای وای ریده شد توش عالی آرش هم اونجاست میبینید بچه ما همین الان داشتیم از این عکس میگرفتیم که بنده ریدم توش نه بخونه بچه همین الان یه اتفاق خاصی افتاد موتور افتاد خداشو هیچیش نشد خداشو خودش هیچیش نشد ما بریم بلندش گازش برده بود درستش کردم گاز بریده بود تکون نمیخورد نه اوکیه اینا حالا یه کاش میکنیم گازو حاجی هول بدیم الان بابا ببر نسا کجا بچه ها ویدیو رو استاپ میکنم آره ما ببریمش بیا حواله درست کرده بچه دنده منم یه لحظه داشت میبرید بچه گازش برگشت بچه آرش داشت از استرس میمرد روز نخور گازشو من درست کردم چون آقا اون وزنش سنگین تره هندل روش بیشتر میشه بچه ما بریم تا یه قسمتی برسیم بعد دوباره میایم یه لحظه آرش همینجا وایسا بچه منم موتورم خاموش شه بچه داشت موتور من میام تو خب آرش همینجا خداحافظی تو بکن چون دیگه ویدیو 40 دقیقه شد ای وای روشنش کن بینم خب خداحافظی کن بای بای فعلا خداحافظ